عید فطیر را رعایت نما. 7 روز چنان که به تو امر فرمودم در مهلت معین ماه ابیب فطیر بخور، زیرا که در ماه ابیب از مصر بیرون آمده ای. هر رحم کشا از آن من است و هر رحم کشای نرینه چارپای تو خواه از گاو باشد خواه از گوسفند. و برای رحم کشای هر بره فدیه بده و اگر فدیه ندهی گردنش را بشکن. برای هر نخوزاده پسرانت فدیه بده و به حضور من تهی دست نآیند. 6 روز کار کن و در روز هفتم استراحت نما. در موسم شودگار و درو نیز استراحت شنبه را رعایت نما. و عید هفته ها را در موسم درو نوبر گندم بجا آور و عید جمع آوری را در گردش سال 3 مرتبه تمام نرینه تو باید به حضور خداوند پروردگار خدای اسرائیل حاضر شوند، زیرا که من خلقها را از پیش تو بدر خواهم راند و حدود تو را وسیع خواهم کرد. و هنگامی که تو سال 3 مرتبه آمده به حضور خداوند خدای خود حاضر می شوی، هیچ کس زمین تو را طمع نخواهد کرد. خون قربانی مرا بر خمیر ترش نریز و قربانی عید فطر تا صبح باقی نماند. نوبر اولین زمینت را به خانه خداوند خدای خود بیار، بزغاله را در شیر مادر آن نپز. و خداوند به موسی گفت تو این سخنان را بنویس، زیرا که موافق این سخنان با تو و با اسرائیل عهد بستم. و او در آنجا 40 روز و 40 شب نزد خداوند بود، نان نخورد و آب ننوشید و سخنان عهد یعنی 10 احکام را بر الواح نوشت. و هنگامی که موسی از کوه سینا فرود می آمد و 2 لوح شهادت در دست موسی بود، وقتی که او از کوه فرود می آمد موسی ندانست که پوست چهرهش به سبب گفتگوی خدا با او می درخشید. و هارون و تمام بنی اسرائیل موسی را دیدند و اینک پوست چهرهش می درخشید و از نزدیک شدن به او ترسیدند. ولی موسی آنها را خواند و هارون و همه رئیسان جماعت نزد او برگشتند و موسی با آنها سخن راند. و بعد از آن تمام بنی اسرائیل نزدیک آمدند و هر آنچه را که خداوند به او در کوه سینا گفته بود با آنها امر فرمود. و همین که موسی با آنها سخن راندن را به انجام رسانید بر روی خود پرده پوشانید. و هنگامی که موسی به حضور خداوند می درآمد تا که با او گفتگو کند، پرده را تا وقتی برآمدنش می کشید و برآمده آنچه را که امر کرده شده بود و بنی اسرائیل می گفت. و بنی اسرائیل چهره موسی را می دیدند که پوست چهره موسی می درخشد. و موسی باز پرده را بر روی خود می پوشانید تا وقتی که برای سخن راندن با خدا داخل شود.